طبقه دارای امکانات محدود جسمانی همیشه زیر توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته. برای این طبقه در سمت دانش اندازی و خود تکمیل دهی شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکان دولت اجتماعی می باشد و در این سمت دستگیری طبقه نیازمند، معیوبان و یتیمان یکی از هدف‌های انسان دوستانه سیاست داخلی مملکت محسوب می‌یابد. امروز هم در عرفه 30مین سالگرد جشن استقلالیت وطن بین این طبقه آسیب‌پذیر جامعه نیز آزمون تحت عنوان ما با شماییم راه اندازی گردیده است که هدف از آن توجه بیشتر به کودکان و نورسان دارای امکانات محدود جسمانی بوده. این آزمون امکانیت می‌دهد که نمایندگان این طبقه که بیشک دارای استعداد و هنر والای خداداد هستند، لیاقتمندی خود را منظور اهل جامعه نمایند. در ناحیه راشقله این آزمون خاطرمان جالب تهیه شده. در آن در حقیقت مهارت بسیار هم جذاب نورسان و جوانان دارای امکانات محدود جسمانی پیشکش هیئت حکمان و مهمانان گردانیده شد. جایز به ذکر است که دستاندرکاران چاره‌بینی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بوده. آن در 3 نومیناسیون برگزار کرده می شود. در آزمون خصوصا معیوبان یعنی قشر آسیب پذیر جامعه یا آدمانی که امکانات محدود دارند شرکت دارند و این آزمون به خاطر 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در نقشه چاره‌بینی‌های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است و همچنین در نقشه ناحیه راشقله است و امروز تحت این آزمون زیاده از 10 نفر معیوبون در این آزمون شرکت دارند که از جماعت‌های دیهات یعنی گلچین کرده به اینجا آورده شدند. بگذار کل جامعه بداند که این قشر آسیب پذیر در بین ما خود را تنها احساس نکنند. در ناحیه راشقله بیشتر برآمدها از روی نومیناسیون سرودخوانی و قرائت شعر بسا خاطرمان روی کار آمدند. خود داوطلبان آزمون موضوعهای برآمد خود را در وصف وطن، سرزمین اجدادی و آبادی آزاد کشور انتخاب نمودند که بار دیگر شهادت از آن است که خود داوطلبان آزمون موضوعهای برآمد خود را در وصف وطن، سرزمین اجدادی و آبادی آزاد کشور انتخاب نمودند که این بار دیگر شهادت از آن هست که خرد و بزرگ مملکت شکرگزار این فضای آباد و وحدت‌آرای کشور بوده. از دوران صاحب استقلالی آن افتخاری بی اندازه دارند. بیشتر داوطلبان در دیگر آزمون‌های مهم سطح ناحیوی و ولایتی نیز اشتراک نموده سزاوار سپاسنامه و افتخارنامه‌ها گردیدند. من اسرار دلداربک، خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22. من با آزمون فروغ حساب و دانایی خیلی خوب اشتراک کردم. با مردم پسند اومد. با آی خیلی بلند گرفتم. در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من با شعر اوبک من سرود خوندم. اوبک پاک و مصفا بود، روشن از آن دیده و دل آب بود، تازه بداریم که در زندگی تازگری جان و دلی ما بود. باید گفت که در صحبت با این طبقه آسیب‌پذیر جامعه بر علا عیان گردید که برگزاری چنین آزمون بالید خاطری و خوشنودی داوطلبان را دوچند زیاد نموده. آنها با یک صمیمیت خاصه و آمادگی پوره با جدیت تام به آزمون آمادگی دیدند. من برد واجد بیگم برد خواننده صنف 9 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 26 می باشم. در آزمون‌های بهترین فروغ صبح دانایی باز در ما با شما بسیار آزمون اشتراک کرده. با پیشوای ملت یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اظهار سپاس خود را می نماییم که برای یعنی معیوبان ما چنین آزمون را تشکیل نموده است. منظور رجب زاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه راشقله ابراز نمود که هدف محوری این حزب سازنده نیز تامین زندگی شایسته برای مردم می باشد که در این سمت توجه دوچند به طبقه آسیب‌پذیر جامعه خصوصا به تحفه‌های خاطروی تقدیم گردیده قید شد که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه راشقله این اقدام را ادامه بخشیده تعداد چنین آزمون‌ها را من بعد نیز زیاد کرد. از جانب اهل فرهنگ ناحیه راشقله برای دلخوشی جمع آمدگان برنامه فرهنگی تقدیم گردید.
رسامانی نورس از مؤسسه‌های تعلیمی شهری و دانشجویان و صاحبکاران در بینای تئاتر ولایتی جمع آمدند تا در دور اول آزمون انداز از نگاه نورسان و بهترین داننده کودکس انداز شرکت نمایند. این آزمون زیر سرپرستی کمیته انداز جمهوری تاجیکستان دایر گردیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده می شود. مقصد اساسی آن شناسایی هرچی بیشتر کودکان و نورسان و جوانان با فرهنگ اندازسپاری می باشد. هر یک نورس باید از خردسالی درباره ماهیت و اهمیت انداز در انکشاف ساحه‌های مختلف جامعه و وضع اجتماعی اهالی کشور معلومات کافی داشته باشد. علاوه بر این هر یک جوان وابسته به معلومات و کسب و کار باید با عنصرهای اندازبندی و پرینسیپ‌های سیستم انداز بلد باشد. این آزمون در 3 دور می‌گذرد. دور اول در سطح شهر و ناحیه‌ها برگزار گردیده غالبان به دور ولایتی را خط می‌گیرند. غالبان دور ولایتی باشد در آزمون جمهوری شرکت خواهند کرد. سرمتخصص شعبه خدمترسانی به اندازسپارندگان ریاست انداز ولایت نیکبخت محمد نظرова گفت که آزمون مذکور برای بلند برداشتن مدنیت اندازسپاری شهروندان به طور مؤثر مساعدت خواهد کرد. مقصد اساسی گذراندن چنین آزمون این یعنی عوضمند گردانی نورسان، دانشجویان، صاحبکاران و شهروندان برای اندازسپاری آنها می باشد. بعد که آنها فهمانده می شود که انداز برای جامعه چه فایده دارد و بلند برداشتن مدنیت اندازسپاری شهروندان و صاحبکاران و این چنین دانشجویان شهروندان گذرانیده ایستاده ایم و چنانه که شما میبینید این آزمون اول دوام دارد. این آزمون نتیجه گیری کرده می شود. غالبان آزمون شهری به آزمون ولایتی رو داده می شوند و این چنین دیگر غالبان آزمون ولایتی به آزمون جمهوری رو خط می گیرند. اشتراکچیان آزمون رسم و ماکت های پیشنهاد نموده خود را شرح و توضیح داده به سوال های حکمان پاسخ می دادند. از پاسخ هایشان عیان گردید که هر یکشان به این آزمون با تیاری جدی حاضر شدند. در این رسم من صورت درخت را تصویر کرده ام. در بالا نوشته جات انکشاف دولت از شما وابسته است. یک طرف درخت برگ‌های سبز و طرف دیگر درخت باشند برگ‌های زرد و پژمرده تصویر یافته اند. در پایان باشد ستیل با نوشتجات انداز. این به معنای آن آمده است که ما باید انداز را در وقتش سپاریم تا که دولت ما یعنی آباد و زیبا گرداند و اگر انداز را نسپاریم کشور ما به مثل این درخت یعنی زرد و پژمرده می شود. 2 خواهر از جمهوری اسلامی افغانستان که الان در مؤسسه های تعلیمی شهر خوروغ تحصیل می کنند نیز چند رسم خود را به آزمون پیشنهاد کردند. آنها میگویند که در سراسر کشورهای جهان مردم به بودجه دولت انداز میسپارند و این انداز باز در شکل‌های دیگر به خود اندازسپارندگان برمیگردد. سابجکت ما در مورد انداز می باشد که باید از این انداز دولت چه قسم استفاده کنه و باید مردم این انداز چرا به دولت میدن. موضوع از این است که the government must use the pupils tax properly. دولت باید از انداز مردم استفاده خوب کنه. وقتی که مردم انداز به دولت میتن از انداز مردم دوباره به خود مردم استفاده کنند و مردم از کار دولت راضی باشه. مثلا وقتی که یک حکومت مردم به حکومت پول میتن دوباره حکومت باید به مردم راهها را بسازن، برق خوب داشته باشن، آب خوب داشته باشن و حکومت باید به مردم بسیار از سهولت‌ها را تامین کنند. امروز طبق معمول امیر رسم‌هایی که ما به نمایش می‌گذاریم رسم ما در مورد مالیات میباشد که we need the government and the government needs as میباشد که مردم ما امی مالیات که میدیم طبق معمول بعض مردم امی مالیات که میسپارن نمیفهمن که به خاطر چی میسپارن و بعضیشون که میسپارن میفهمن که به خاطر چی میسپارن. ما امی اندازی که به حکومت میسپاریم و حکومت از یا برای ما پل‌ها، جوی‌ها، سرک‌ها، برق، آب اینا را میکنه. اما از کلش کده مهمتر رسم ما بیانگر تبابت می باشد که در پلوی از این حکومت امی انداز را که از ما میگیره در عرصه تبابت بسیار میکشه و برای ما در عرصه تبابت بسیار کمک میکنه و برای ما دارو کمک میکنه. طبعا اینمی مالیات ما پس برای خود ما سپرده میشود. در نومیناسیای داننده بهترین کودکس انداز جمهوری بیشتر دانشجویان شرکت ورزیدند و به سوالهای حکمان پاسخ گرداندند. دانستن حقوق و عهده‌داری‌های اندازسپارندگان و خود کارمندان مقامات انداز مسئولیت اندازسپاری شهروندان اوید به اجرای عهده‌داری‌های انداز شرح توضیح باب و ماده‌های کودکس انداز اجرای آن سوال
هایی بودند که داوطلبان به آنها جواب گرداندند. پس از تحلیل و بررسی و خلهای به دست آمده، ایهد حکمان در نامیناسیون انداز از نگاه نورسان مقام سوم را به رستم سیجادخانов داد. مقام دوم را در این نامیناسیون لاله محمد سعیدова گرفت. جای اول باشد نصیب سعید رضا غنیمتов گردید. در نامیناسیون داننده بهترین کدکس انداز جای سوم را میرزا سعیدова گلغنچه گرفته، جای دوم نصیب اسد چهارشنبهیv گرفت. مقام اول را نظرماه سعادت قدمова به دست آورد. غالبان با افتخارنامه رئیس شهر مکافات پولی سرفراز گردانده شدند. اکنون غالبان به دور ولایتی آمادگی می‌بینند. هیئت حکمان از داوطلبان دعوت نمودند که دانش نظریوی و عملی خود را باز هم تکمیل دهند و به آزمون ولایتی با آمادگی جدی حاضر شوند، زیرا در این دور بهتر رسامان و دانندگان کدکس انداز از ناحیه‌های ولایت شرکت می‌کنند و گرفتن مقام افتخاری کاری ساده و آسان نخواهد بود. لیسه آقاخان برگزاری یک درس کشاد از روز مدافع گراجدانی استقبال نمودند. آموزگار این بارگاه دانش دنیا بیگم لطفشویه برای خوانندگان صنف‌های بالایی از روی موضوع اداره‌کنی در وقت سر زدن حالت‌های فوق‌العاده، پیشگیری خسارات، رساندن کمک اولیه به ضرردیدگان معلومات مکمل منظور نمود. یکی از عامل‌های اساسی طبیعی که در جمهوری تاجیکستان رخ می‌دهد این آب باشد. بزرگان می‌گویند جایی که خوردی آب پاک نشاید فکنده در آن سنگ و خاک. از سبب آن که جمهوری تاجیکستان جمهوری سیرآب است، ما هر یک فرد میله‌دار است که آب را تازه نگاه دارد. برای تازه نگاه داشتن آب اکولوژی نشاکی از پرتوهای خواجگی و زهرآلودشوی آب، هر یک فرد میله‌دارد که آب را تازه نگاه دارد، زیرا بزرگان بیهوده نگفته‌اند آب منبع حیات است. مورد قید است که در لیسه آقاخان تمام فعالیت در این سمت در دایره قانون‌های عملی کننده جمهوری تاجیکستان برای گذاشته شده، پیوسته با نیروی خود آموزگاران و جلب خوانندگان مشق و تمرین‌ها بهره آماده نمودن هیئت خوانندگان به فعالیت در حالت فوق‌العاده راه‌اندازی کرده می‌شوند. از 1 آگوست سال 2006 تحت رقم 367 تصنیفات عاید به حالت‌های فوق‌العاده تصدیق شده است. تصنیفات مذکور مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اهالی و حدود از آلت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت‌های طبی و تکنیکی قانون مقرر کرده شده است. در جریان درس کشاد خوانندگان معلومات مختصر را عاید به حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت‌های طبی تکنیکی داشته پیدا نموده، مسئله‌های رساندن خبر تجلیلی به نقطه‌های لازمی، حصول‌های محافظتی و قاعده‌های رفتار خوانندگان در انشاءات محافظتی بررسی نمودند. ما باید به جای به حفظ کشانیده شویم و کلانسالان خلل نرسانیم. اگر در درون بینا باشیم، ما باید در جای به هفترین آنها در نزد در یا در زیر میز پنهان شویم. دیگران را نیز راهنمایی باید کرد که به جای که پنهان شوند. بعد آدمانی که زخم برداشتن به آنها یاری اولین طبی رسانیم. حالتهای فوق‌العاده تکنیکی آن حالتهایی می باشد که با وجود آمدن آنها و اشتراک آدمان آنها را باید از ترکش‌های اسلحه‌های حربی، ساختن آبانبارهای نامستحکم و زهرآلود کردن آب، منبع آب‌های نشاکی، همه اینها به حالتهای فوق‌العاده حالتهای طبیعی داخل می شوند. چنین درس‌های آموزشی همساله بعد جنبستی برنامه‌های تعلیمی، اساس‌های آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده با طالب‌علمان صنف‌های بالایی گذرانیده می‌شود. مقصد از برگزار نمودن چنین درس‌های آموزشی بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان مؤسسه‌ها، همزمان سهم خوانندگان در برقرار نمودن احتمالیت رخ دادن حالت طبیعی تکنیکی میباشد. مقصد از گذراندن روز مدافع گراجدانی نمونوی این به حالت آمادگی یا که سنجیده برآمدن حالت آمادگی هم خوانندگان و هم آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی می باشد و این چنین در اینجا به خوانندگان نشان دادن اموال مدافع گراجدانی، طرز رفتار درست در حالت‌های فوق‌العاده می باشد و ما الکی در درسی شد اشتراک داریم. بعد از اینجا ما دیده میبریم که در رفت آموزشی برنامه‌های تعلیمی آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده به کدام درجه آماده گردیدند و خوانندگان الکی معلوم می‌شود که با یک حس وطن دوستی برنامه‌های تعلیمی را
از خود کردند. بعد از انجام درس کشاد آموزگاران برای خوانندگان درس مستقلانه دایر نموده رسم‌ها تقسیم کرده شدند تا خوانندگان حالت فوق‌العاده را معین نموده شرح دهند. خوانندگان فعالیت خوب را نشان داده هر یک آفت طبیعی از جمله زمین جنبی، فرآمدن سیل، یرچ، ترمه به طور واضح شرح داده شده اوید به ضرر به خواجگی معلومات منظور گردید. سپس تحلیه خوانندگان هنگام سرزنی سوختار صورت گرفته در مهلت کوتاه‌ترین محصل مکتب را ترک گفتند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани خدمات آتش‌نشانی به مکان حادثه حاضر گردیده در فرصت کوتاه آتش را خاموش کردند و ضرر دیدگان را به جای بی‌خوف کوچ دادند. قابل قید است که در مؤسسه سهم نیروهای مخصوصی که اجماع خوانندگان انتخاب می‌کردند بسیار بزرگ بوده. آنها یاری اولیه طبی را هنگام تا آمدن کارمندان مقامات دخلدار راه اندازی نمودند. درس آموزشی را که بر روز دفعه گраждани بخشیده شد جنببست نموده دیرکتور لیسه آقاخان دولت خدانظرов برای همکاری با مؤسسه به مقامات دخلدار جهت راه اندازی نمودن چنین مشق‌های اظهار سپاس به مدت ذکر داشت که امروزها در لیسه آقاخان با اشتراک خوانندگان گروه نیروهای غیر حربی تأسیس داده شده است که آنها می توانند در برطرف نمودن هر گونه آفت‌های طبیعی یاری اولیه خود را روانه نمایند. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در نوبت خود جهت فعالیت پسر نشان دادن در درس آموزشی با ماموریت لیسه آقاخان و خوانندگان تشکر بیان نموده اظهار داشتند که در آینده نیز برگزاری چنین آموزش‌ها به نقشه گرفته می‌شوند تا که خوانندگان بیشتر با موضوع‌های حالت‌های فوق‌العاده شناسایی پیدا نمایند. جهت اشتراک فعالانه در درس آموزشی از جانب کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани و ماموریت لیسه آقاخان به بهترین‌ها افتخارنامه سپرده شد. بینی ورزشی سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت چهارشنبه برآمد نموده جوانان و دوستداران ورزش را که در مسابقه شرکت ورزیدند با روز جوانان تبریک نمود. افزود که ورزش معرفیگری دولت ملت در عرصه جهان می باشد. در دوران صاحب استقلالی وطن توجه حکومت کشور مخصوصا رهبریت عالی مملکت به این سمت روانه گردیده پیوسته این قشر جامعه را دستگیری می نماید. در مسابقه زیاده از 25 نفر دوستداران ورزش نمود دستخوابانی شرکت نموده با هم قوه آزمایی نمودند. مقصد از برگزاری مسابقه پیش از همه جلب نمودن جوانان به ورزش و رشد ورزش‌های مختلف ارزیابی گردید. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در تالار فیتنس مجمع ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان مسابقه که بین جوانان برگزار گردیده است در اینجا بیشتر دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خورو و جوانانی که پیوسته در همین تالار فیتنس تمرین مشغول هستند در مسابقه دستخوابانی با هم رقابت می نمایند و غالبان مسابقه از طرف ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان با مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای هوسمند می‌گردند. قید که در دوران صاحب استقلالی کشور برابر دیگر نمودهای ورزش دستخوابانی یا خود رسلینگ نه تنها در جمهوری بلکه تمام دنیا معمول میباشد و نمایندگان ولایت در مسابقات سطح جمهوری از ولایت مختار کوهستان بدخشان نتیجه های نظر است دارند. مسئولان نیت دارند تا بهره بلند برداشتن مهارت کسبی ورزشگران زیاد نمودن هواداران این نمود ورزش چون این چاره‌بینی ها را پیوسته راه اندازی نمایند.